تنها جمله‌ای که در موردش میتونم بهتون بگم اینه که این یه لپتاپ مطلوب ایسوس زنبوک S16 مدل UM5606 که یه اولترابوک پریمیوم شیک سبک و باریک و فوق‌العاده با کیفیته که به جدیدترین سری از پردازنده های AMD مجهز شده، یعنی رایزن AI 300 و به جز اونم تو باقی بخشاش هم یه پکیج همه چی تمومه که در بدبینانه ترین حالت ممکنه هم نمیتونی ازش ایراد بگیری. منم امیر حسینم و توی این ویدیو قراره بریم سراغ بررسی این لپتاپ جذاب دوست داشتنی. با من همراه باشید. واقعا اغراق نکردم اگه بهتون بگم این یکی از زیباترین لپتاپ هایی که من تا به حال دیدم و باهاش روبرو شدم و لمسش کردم و تجربه استفاده ازش رو داشتم. مخصوصا وقتی واسه اولین بار لمسش میکنی یه حس دلانگیز ناآشنایی بهت میده که حالا دلیلش هم بهت بگم چیه. اینه که یک متریال ترکیبی رو توی این بخش پنل پشت درب لپتاپ ایسوس اومده استفاده کرده، ترکیب سرامیک و آلومینیوم یا به قول خود ایسوس سرالومینیوم. خب که اگه بخوام بافتش رو برات تشریح کنم چی جوریه، انگار مثلا همزمان داری یه بافت مخملی و سفالی رو ترکیب کن با هم، انگار داره به یه همچیزی دست میزنی. خیلی عجیبه ها وقتی واسه اولین بار تاچش میکنی این پنل پشتی این لپتاپو، ولی دوست داشتنی، یعنی باحاله. تا حالا همچین تجربه رو من حقیقتا نداشتم و خیلی به دلم نشست. یه سافت و نرم و خیلی دوست داشتنیه. احتمالا دیدی که الان من خیلی انگشت زدم به این پشت و طبیعتاً که اثر انگشتی رو روش نمیبینین، چرا که این رنگ سفید یه رنگ ماتیه و خب این داستانهای اثر انگشت هم طبیعتاً به خودش جذب نمیکنه در حالت معمولی و ترکیب این رنگ سفید مات با اون خطوط زنبوکی نقره‌ای براق نتیجه شده چی؟ این که این لپتاپ رو روی میزت بذاری هر نگاهی رو میتونه به خودش جذب و جلب کنه، اینقدر که شیک و پریمیوم و جذاب به نظر میاد. باقی بدنه و شاسی تماما از آلومینیوم ساخته شده و در کنار استقامت خیلی بالایی که ما تو بخش‌های مختلف بدنه داریم می‌بینیم، وزن و ضخامت خیلی کمی هم داره، یعنی به شکل تحسین برانگیزی کم. خب اولترابوک باید هم باشه، اما یکم از اون چیزی که باید باشه هم بهتره. الان دقیق‌ترش رو بهتون بگم، این لپتاپ یه چیزی در حدود 1.5 کیلوگرم وزنشه، کمتر از 1.5 کیلوگرم، و ضخامتش فقط 1.1 سانتی متره، یعنی در حد مکبوک ایر 15 اینچی، با این تفاوت که این 16 اینچیه. واسه همین گفتم تحسین برانگیزه. این لپتاپ صفحه نمایش بزرگتری داره و همون وزنی که ما توی مکبوک ایر 15 اینچی داریم و بهمون میده و ضخامتش هم در همون حدود تقریبا. حالا اگه فکر میکنین یه اولترابوک سبک و باریک توی این شکل و شمایل قراره در زمینه پورت ها و درگاه های ارتباطی محدودتون کنه، با بگم سخت‌تر اشتباهی. در مورد این سخت‌تر اشتباهی. دقیق تر بخوام بهتون بگم، سمت چپ لپتاپ که بخواین نگاه کنین یه دونه HDMI 2.1 میبینین، دو تا USB 4 جن 3 تایپ C میبینین که هر جفتشون طبیعتاً از پاور دلیوری و دیسپلی پورت پشتیبانی میکنن، به اضافه یک آدیو کامبو جک و روبروش هم این طرف یه دونه USB فول سایز داریم 3.2 جن 2 به اضافه یک SD کارت ریدر. این تعداد پورت حتی واسه یک لپتاپ کمی معمولی تر و ضخیم‌تر و کتاکلفتر هم خیلی کامل به نظر میرسه، چه برسه واسه یک اولترابوکی توی این وزن و ضخامت. وقتی بخوایم برای اولین بار درب لپتاپ رو باز کنیم با چند تا موضوع روبرو میشین. اول اینکه خیلی نرم و راحت با یک دست باز میشه. دوم اینکه این گریپ هایی که زیر لپتاپ هست خیلی خوب دارن کارشون رو انجام میدن، یعنی لپتاپ روی میز خیلی سفت و قرص و محکم میچسبه و این باعث میشه اگه خواستی در لپتاپ رو باز کنی این تکون نخوره و سر جای خودش سفت و محکم وایسه و خیلی نرم و روون این اتفاق بیفته. بعد از اینکه
در لپتاپ باز کردی تا 150 درجه، این نکتهشه که 180 درجه باز نمیشه. با دو تا بخش کلی مثل همه لپتاپ‌ها روبرو میشیم که صفحه نمایش باشه و بخش کیبورد و ترک پد که هر جفتشون به شکل خیره کننده جذاب به نظر میان. جزئیاتشو بهتون میگم. اول از این بخش پایینی شروع میکنیم. تو این بخش پایینی، این قسمت بالای کیبورد، ما یک جیومتریک گریل یا توری هندسی، چیزی که ایسوس اسمشو گذاشته، داریم که تو دل خودش 3522 تا حفره رو جا داده برای، یعنی به هدف بهبود گردش جریان هوا. من اول فکر کردم که این جایی که اسپیکر قرار گرفته، خوشحال شدم که اسپیکر روبروه، ولی خب این زیر اسپیکر، این واسه این داستان گردش هوا و ایناست. خیلی دقیق و ریز و درست با CNC ماشین برش خوردن و اینم به شما یه حس پریمیوم باحالی میده که اینقدر دقیق و ریز کنار هم دیگه این ونت تونسته کامل بشه. سمت راستش ما لوگوی ایسوس زنبوک رو میبینیم، خیلی کوچولو قرار گرفته که اولین بار که دیدمش یک کوچولو یاد اون بج لباس خدمه های استارترک افتادم، ولی خب شما حالا ممکنه یادش بیفته نرفتین. شبیه یک کوچولو، مخصوصا توی این طراحی فلزی و اون که اون گوشه است و براق و اینا، یک کوچولو ممکنه یه همچین چیزی رو یاد شما بندازه. پایین این بخش ونتی که این بالا بود، ما طبیعتاً کیبورد رو داریم. کیبوردی که فول سایز نیست، که کاش فول سایز بود و نامپد داشت. با توجه به ابعاد بزرگ شاسی قاعدتاً امکانش بود که نامپد هم قرار بده ایسوس، ولی خب نداده به هر دلیلی. اما به دلیل همین اتفاقی که فول سایز نیست، ما می‌بینیم که باقی کلیدهای کیبورد خیلی جای زیاد و کافی و مناسبی داشتن. واسه همین کلیدها ابعادشون خیلی بزرگه، فاصله شون هم از هم زیاد و مناسبه و این باعث میشه که شما در حال تایپ کردن خطا نزنید. چیزایی که دارین می‌نویسید، یعنی درصد خطاتون رو خیلی بیاره پایین‌تر و خب این گزینه راحت و خوبیه واسه تایپ کردن طولانی مدت. در مورد تایپ کردن گفتم تجربه‌اش هم بهتون بگم که با توجه به بازه حرکتی 1.1 میلیمتری هر کدوم از این کلیدها، میتونم بگم تجربه نرم و روونی رو بهتون میده در حال استفاده. خیلی چیز عجیب غریبی نیست، چیز بدی هم نیست. طبیعتا توی این لپتاپ با این لول یه تجربه خوب و نرم و روون و کاملا بهتون میده واسه استفاده های طولانی مدت و اصلا هم احساس خستگی نمی کنید اگه بخواین یه تایپ مداوم و باهاش داشته باشین. بکلایتی که ما توی این کیبورد داریم، نورش خیلی مناسبه، یعنی حتی در روشن‌ترین محیط‌های ممکنه هم که نور از چند جهت باشه یا حتی توی محیط باز باشین که بخوایم با این کیبورد کار کنیم، متوجه میشین که بکلایت نورش خیلی زیاد و مناسبه، کاملا واضح، خوانایی حروفا رو خیلی بیشتر میکنه و این خیلی آپشن خوبیه. توی 3 سطح هم طبیعتا میتونید نورش رو تنظیم کنین دیگه که کم و زیاد و خیلی زیاد بخواد در نظر گرفته بشه. از اونجایی که این لپتاپ یکی از اولین کوپایلت پلاس پی سی های واقعی موجود تو بازاره، حالا این داستان واقعیش جلوتر توضیح میدم چرا میگم واقعی، طبیعتا که ما دکمه کوپایلت رو هم اینجا داریم این بغل که شما بخوای ازش استفاده کنی برای دسترسی سریعتر و راحتتر به چتبات کوپایلت. در مورد ترک پد هم باید بگم که همونطوری که از یه همچین لپتاپی انتظار میره، با یکی از بهترینا طرفین دیگه. این یکی از بزرگترین ترک پد هایی که ایسوس تا حالا توی زنبوک هاش استفاده کرده و گلاس ترک پد هم از طبیعتاً ترک پد شیشه‌ایه و بجز این که تمامی دستورات و ژستچرها رو هر کاری که باهاش میکنید و به نرم و روون ترین شکل ممکنه انتقالش رو شما هیچ احساسی نمی‌کنید به نمایشگر و اتفاقاتی که داره میفته اینجا. خیلی نرم و روون همه این اتفاقات داره اجرا میشه. یه سری ژستچر یا بهتر بگم حالت حرکتی مختص رو هم به این ترک پد ایسوس قرار داده که شما به طور مثال روی این برچسبی که برچسب محافظی که روی این ترک پد قرار داده شده میبینید که کدوما چه کارهایی براتون انجام میدن. به عنوان مثال اگه انگشتتون رو توی این سمت چپ بالا و پایین بکشید، ولوم
دستگاه رو میتونید کم و زیاد کنین، ولوم صداش رو میتونید کم و زیاد کنین، روبروش به همون جهت با زنگاشتون رو حرکت بدین، نور صفحه نمایش رو میتونید تغییر بدین و توی این بخش بالایی هم در جهت طول اگه انگشتتون رو تکون بدین، اگه دارین ویدئویی میبینین میتونه رو تایملاین جلو و عقب بره که همه اینا خوبن، جذابن، کاربردی ان، بودنشون قطعاً بهتر از نبودنشونه، ولی کاش هپتیک فیدبک هم داشت که خیلی میتونست این ترک پد رو کاملتر و جذابتر و دوست داشتنی ترش بکنه که متاسفانه نداره. بریم سراغ نمایشگر. یه پنل 16 اینچی تریکه لومینا اولد 120 هرتزی تاچ که 10 بیتی هم هست و حد اکثر روشناییش هم به 500 نیت میرسه. نسبت تصویر 16 به 10 و نسبت نمایشگر به بدنش هم 90%. شما به من بگو که دیگه چه المانی رو میخوای که بگی این نمایشگر ایدئاله. آفرین، دقت رنگی که توی این زمینه هم این نمایشگر 7 واسه گفتن زیاد داره. از اونجایی که هر دو گستره رنگی DCI-P3 و sRGB رو به شکل کامل و 100% میتونه پوشش بده و گستره رنگی Adobe RGB رو هم 96% میتونه پوشش بده، در نتیجه تمام این مشخصاتی که بهتون گفتم شما میتونید انتظار داشته باشین که چه در حال انجام کارهای روزانه عمومی، مالتی مدیا، ویدیو دیدن، فیلم دیدن، تا حتی انجام کارهای حرفه‌ای‌تر که نیاز به دقت رنگی دارن مثل طراحی و ویرایش تصاویر یا حتی ادیت ویدیو هم با یکی از بهترینا طرفید. برسیم به سخت افزار که مورد علاقه ترین بخش این لپتاپ واسه منه، چون بروزترین پردازنده لپتاپی AMD توش استفاده شده، یعنی از سری رایزن AI یا دقیق تر بگم رایزن AI 9 HX 370 یا 370 HX. AMD خیلی نامگذاریاش عجیب غریب شده توی این نسل جدید پردازنده هاش، در کنار 32 گیگابایت رم از نوع LPDDR5X و 2 ترابایت هم حافظه SSD PCIe Gen 4. مشخصا بخش خاص این سخت افزاری که این لپتاپ داره پردازنده شده. یک سی پی یو 12 هسته‌ای رو ما داریم برای اولین بار در تاریخ پردازنده های لپتاپی AMD. پردازنده 12 سی پی یو 12 هسته‌ای داره این پردازندش که بیس فرکانسش 2 گیگاهرتز و حد اکثر به حالت بوست میتونه به 5.1 گیگاهرتز برسه. واحد پردازش گرافیکی یک پارچه بروز شده رادئون 890M داره که به شکل قابل توجه AMD میگفت قوی تر شده نسبت به نسل قبلی و حتی رقبایی که داره. و این نکته رو اصلا یادمون نره که این پردازنده یک واحد پردازش اختصاصی هوش مصنوعی داره یا همون NPU با توان پردازشی 50 تاپس. یه کوچولو عقب‌تر بهتون گفتم که این اولین لپتاپ واقعی کوپایلوت پلاس پی سی موجود تو بازاره و گفتم واقعیه رو جلوتر توضیح میدم. اگه چند تا ویدیو قبلی ما رو دیده باشین، حالا زنبوک ها یا لپتاپ های مختلفی که بررسی کردیم، گفتم که خب دکمه کوپایلوت داره، شما میتونید با استفاده از اون به دستیار هوش مصنوعی کوپایلوت دسترسی داشته باشین. خیلی ساده و پردازنده هاشون هم واحد پردازش اختصاصی هوش مصنوعی همون NPU دارن. حالا فرق این با اون چیه؟ چرا میگم این اولین کوپایلوت پلاس پی سی واقعیه؟ چون مایکروسافت تو مراسمی که داشت که گفت نسخه جدید ویندوز یه سری قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی داره، مثل ریکال و مثل کلی چیزهای دیگه، لایو کپشن و این چیزا، گفت اینا برای دیوایس های قابل استفاده است که پردازندشون NPU داشته باشه و NPUی که مثبت 40 تاپس توانش باشه. اوکی، اون قبلی ها NPU دارن اما توانش کمتره و اون قابلیت ها رو شما نمیتونید رو اون لپتاپ ها استفاده بکنید، قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی خود ویندوزو. ولی خب از NPU شون تو زمینه های دیگه میتونید به راحتی استفاده بکنید. در زمینه قدرت پردازشی با توجه به دسته‌ای که این لپتاپ توش قرار میگیره، میتونم بگم که با یکی از روون‌ترین ها طرفین برای کاری که براش طراحی شده، یعنی استفاده نرمال روزانه روزمره برای دانش آموزی، دانشجویی، کار سنگین رو دارم میگم و نه کار نرمال مثلا هر چیزی نه، برای این رده ها که بتونید استفاده کنید واسه محیط کاریتون. برای کدنویسی چقدر میتونه انتخاب خوب باشه با توجه به اینکه AMD خیلی بهینه است واسه کدنویسی برای تریدرها و حتی برای استفاده از اپلیکیشن هایی که واسه طراحی و یا نرم افزارهایی که واسه طراحی و تولید تصاویر هستن مثل فتوشاپ و ایلاستریتور و حتی ویرایش و ادیت ویدیو. اما
در حد نرمالش دیگه با پریمیر و داوینچی ریزالو، یعنی خیلی تحت فشار، نه عجیب غریب، نه پروژه 4K، نه پروژه 1080p، یه تایملاین ساده کاملا اوکی و روون میتونید در این حد تسکایی که گفتم و از این لپتاپ انتظار داشته باشیم به بهترین و نرمترین و روونترین شکل ممکن تمام این تسکا رو براتون میتونه انجام بده. اما با توجه به اینکه گفتم این iGPUش یا همون پردازشگر گرافیکی یک پارچه‌ای که داره که AMD هم میگفت خیلی قوی تر شده نسبت به قبل، میشه باش بازی کرد یا نه؟ ببین، هم من میدونم، هم تو میدونی، هم همه میدونیم که با یه همچین لپتاپی اولترا بوک سبکی که گرافیک مجزا نداره نباید بازی کنی. حالا یکی دو تا بازی سبک کوچولو موچولو اوکی، ولی بازی سنگین گرافیکی نباید باش انجام بدی. اما من انجام دادم. میخوام باید بگم که چی جوریه، یعنی میتونه یا نمیتونه. که فورزا هورایزن 5 رو باش من تست کردم که توی تنظیمات گرافیکی مدیوم و فول رزولوشن صفحه 3K تونستم در حدود بین 40 تا 50 فریم بگیرم که خیلی تحسین برانگیزه واسه یه همچین لپتاپی که پردازشگر گرافیکی مجزا نداره. و این به ما نشون میده که این لپتاپ در حین انجام کارهای مختلفی که گرافیک محورم هستن میتونه از پس خیلی چیزا بر بیاد، دستتون رو تو پوزگردون نمیذاره. اما طبیعتا برای تسک‌های گرافیکی خیلی سنگین‌تر و پیچیده‌تر و حرفه‌ای شما نیاز به گرافیک مجزا دارین. لپتاپی که گرافیک مجزا دارن واسه اون کارها خیلی میتونن بهتر باشن. پس اگه اینو انتخاب کردی بازی نکنی باشه، داستان میشه. یکی از مهمترین ویژگی هایی که پردازنده جدید AMD داره یا سری پردازنده های جدید AMD بجز اینکه مبتنی بر هوش مصنوعی و فلان و قوی تر شدن و اینا هستن، بهینه بودنشونه. این پردازنده همونطور که قبلا هم اشاره کردم کلا جمعاً 33 وات توان مصرفیشه، یا شاید هم اشاره نکردم پس الان بهتون میگم که 33 وات توان مصرفیشه و به این معنیه که شما یک روز کامل شارژ دهی در حین انجام کارهای مختلف و انتظار داشته باش. جوابتون میده، منم تست کردم جوابمو داد کاملا. و تو تست هایی که بشه بیشتر بهش استناد کرد با توجه به چیزایی که معیار قرار میدیم همیشه و من تست کردم، توی پخش مداوم ویدیو توی یوتیوب با نور 50% نمایشگر و رفرش ریت 120 هم بود، یعنی روی 60 نبود، وای فای هم روشن، 13 ساعت شارژ دهی رو تونستم بگیرم از این. و وبگردی و استفاده از سرویس های مختلف آنلاین گوگل و داکس و شیت و همه اینا، مولتی تاسک های مختلف این شکلی در حدود 9 ساعت شارژ دهی داشت. یک روز کامل، 1 ساعت هم بیشتر، 2 ساعت هم حتی بیشتر شارژ دهی برای انجام کارهای مختلف و شما میتونید ازش انتظار داشته باشین. درسته که هنوز فاصله تقریبا معناداری با لپتاپ‌هایی که مبتنی بر پردازنده آرم هستن داره در زمینه شارژ دهی. اونا فکر کنم عمومشون بالای 15 16 17 18 ساعت هستن، لپتاپ‌هایی که سری ام اپل رو دارن، یه مکبوک های اپل و سرفیس های جدید مایکروسافت که پردازنده اسنپ دراگون ایکس که اونم خب مبتنی بر مموری آرم روش استفاده شده، شارژ دهی خیلی بهتری دارن. ولی اینکه تو دنیای x86 و لپتاپایی که مموری x86 دارن یه همچین شارژ دهی رو ما داریم، واقعا امیدبخشه و من خیلی منتظر لونار لیک های اینتل هم هستم ببینم که از این میتونن بهتر باشن در زمینه شارژ دهی و عملکرد بهتر و اینجور چیزا، یا که نه. بریم سراغ جنبندی. لپتاپ ایسوس زنبوک S16 UM5606 همونطوری که اول ویدیو بهش اشاره کردم یه پکیج همه چی تموم توی رده‌ای که قرار میگیره و همونطوری که بازم گفتم حتی با بدبین ترین عینکم نمیتونی از این لپتاپ ایرادی بگیری. طراحیش واقعا یکی از بهترین هاست که من تا حالا باش کار کردم و کیفیت ساختش البته طبیعتا خیلی میتونه جذاب و دوست داشتنی باشه. یعنی شما از خریدی که کردی اولین چیزی که حس میتونه بهت بده طراحی و کوالیتی ساختشه دیگه، که این واقعا جزو بهترین هاست. از لحاظ پرفورمنسی که بهتون میده در زمینه عملکرد و کارهای مختلف، باز واسه رده‌ای که توش قرار گرفته یکی از بهترین عملکردهای ممکنه رو داره. چه کارهای تسکایی که میخوای انجام بدین سی پی یو محور باشه، چه جی پی یو محور، با توجه به اینکه پردازشگر گرافیکی یک پارچش خیلی قدرتمنده میتونه از پس خیلی از کارها به راحتی بر بیاد. صفحه نمایش چشم نوازی داره به معنای واقعی کلمه و
به طور کلی پکیج کاملی رو تحویل شما داده ایسوس. صفحه نمایش تاچی که خیلی بهش کم پرداختم، انقدر که آپشن های دیگه داشت. و نکته هم که باید بهتون بگم اینه که داخل باکس این، یعنی داخل جعبهش و بسته‌بندیش، یه ایسوس پن 2 هم هست که شما بخوای از تاچ اسکرین استفاده کنی با اونم آپشنش رو داشته باشی. الانی که دارم با شما صحبت میکنم و این ویدیو رو ضبط میکنم که تقریبا در حدود اوایل مهر ماه هستیم که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، قیمت این لپتاپ روی وبسایت ایسوس ایران در حدود 114 115 میلیون تومان. ممکنه شما که دارین میبینین قیمتش یا پایینتر اومده باشه یا خدایی نکرده بالاتر رفته باشه، ان شاءالله که نره بیاد پایینتر. رقیب مستقیم این لپتاپ طبیعتاً اولترا بوک های دیگه هستن، مثل مکبوک ایر 15 اینچی یا مثلا LG گرام اگر بتونید پیدا کنید، مایکروسافت سرفیس لپتاپ. و این لپتاپ ها عموما قیمت بالایی دارن و مثلا مقایسه کردم اینو با مکبوک ایر 15 اینچی که خب اون بیسش 8 گیگرم به شما میده، این الان داره 32 گیگرم به شما میده، تازه بیس همینم 24 گیگرم بهتون میده، صفحه نمایش بزرگتری داره و کلی اتفاقات جذاب و باحال دیگه که به نسبت پردازنده هایی که آرمن، معماریشون آرمه، توی دنیای x86 دستتون رو بازتر میذاره دیگه به نسبت اونایی که اسنپ دراگون ایکس الیت دارن که سرفیس های مایکروسافت باشن. در نهایت همین بود. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات خوب و کاربردی تو این ویدیو بهتون بدم و در نهایت هم لایک ویدیو و سابسکرایب به چنل یوتیوب آیتی مال رو فراموش نکنید. مرسی از اینکه همراه من بودید.